تبدیل به خود واقعیتان شوید. نویسنده عبدالوهاب مظفری. مقدمه. ما یک جسم داریم و یک روح هستیم. توجه ما به ذهن و مادیات این جهان معطوف شده است و از خود آگاه نیستیم، یعنی متوجه این لحظه جسم و جانمان نیستیم. ما در این کتاب می‌خواهیم به شما یادآوری کنیم که همیشه توجهتان به لحظه ابدی حال باشد. شاید فکر کنید که همیشه در زمان حال هستید، ولی در حقیقت توجه شما در گذشته و آینده است، یعنی در زمان روانشناختی زندگی می‌کنید. جواب سوال شما این است: جسم ما در این لحظه است، ولی توجه ما در جای دیگری است. برای همین است که وقتی یک نفر جسم شما را صدا می‌زند، اغلب اوقات متوجه نمی‌شوید. پس ما از طریق آموزه‌های این کتاب به شما کمک می‌کنیم که بتوانید از خود واقعیتان در این لحظه آگاه باشید. تمام بخش‌های این کتاب به طور ویژه برای مطالعه عمیق مناسب هستند. هنگامی که به صورت مراقبه‌ای مطالعه می‌کنید و نه صرفاً به منظور کسب اطلاعات تازه، می‌توانید تا از این راه به سطح دیگری از آگاهی وارد شوید. هوشیاری حضور. فقط کلامی که در حالت حضور گفته یا نوشته شود دارای توان دگرگون کردن است، توانی که حضور را در خواننده بیدار می‌کند. بهتر است این بخش‌ها به آهستگی خوانده شوند. گاه به دفعات درنگ کنید و لحظه ای را برای تعمق در آرامش و سکون اختصاص دهید. این کتابی نیست که از ابتدا تا انتها بخوانید و سپس کنار بگذارید. با آن زندگی کنید. خوانندگان بسیاری به طور طبیعی تمایل پیدا می کنند که پس از خواندن هر قطعه دست از خواندن بکشند و درنگ نمایند، بیاندیشند و سکون پیدا کنند.